سلام. ته صدات همین بود. سلام واسم کی گنگ و طرفدارات اسمش چیان؟ مخاطبینت اسم نداشتم. همسترا. چیکار میخوایم بکنیم امروز؟ قراره امروز مغز تو تست کنم ببینم آدم رد فلگ پسندی هستی یا نه. آره دیگه. اصلا میدونی رد فلگ یعنی چی؟ ببین ما یه دونه کپچر د فلگ بازی میکردیم تو کال آف دیوتی. پرچم اونجا میگفت کپچر د رد فلگ. چیه رد فلگ چیه؟ رد فلگ و گرین فلگ. ما یه سری سوالها قراره برامون بیاد از این سایتی که میبینید خب و قراره نسبت به اون سوالا بگیم که این یک گرین فلگه یا رد فلگه، یعنی اون یک چیز سالمه، اون رفتار سالمه یا تاکسیکه. یعنی یه سری رفتارها از یه سری کاپلا قراره ببینیم بگیم که آقا این کار درستیه یا نه. غلطه. ایول آقا من واقعا از نظر من میدونی که من کارشناس روابط و مشاوره هستم. اینا میدونه من سالم ترین هر چی که من میگم بگو اوکی. حله؟ نه. چرا؟ هر کی نظر خودشو داره. آنها هزینه تک تک قرارها از جمله پیش غذا و نوشیدنی ها را تا آخرین پنی که حالا چون خارجیه تا آخرین قرونش تقسیم میکنند، یعنی نصف. اوکیه تقسیم باز اوکیه تا اینکه یکی اون منظورت چیه؟ آدم کاپلش دنگ میگیره. حالا رد فلگ نمیشه حساب کرد، گیرینه دیگه. حالا آنها ترجیح میدن. خب قبلی رد فلگ بود یا نبود؟ من میگم نبود. منم میگم نه. ببین یه چی بگم، اگر همیشه این کارو میکنه نه. آره همیشه. حالا اگر بستگی داره حاجی. مثلا اگر زنته شوهرته این فرق میکنه. با مثلا تازه با هم دیگه آشنا شدیم. آره من از نظر من باید تا تهش رو حساب کنیم. من یه پیتزا برات گرفتم اون روز، واقعا منتظرم که حساب کنیم. ببین من الا چیکار میکنیم؟ یه بار من پیتزا میگیرم، مثلا یه بار الا پیتزا میگیره، دوباره مثلا 10 بار من پیتزا میگیرم، دوباره مثلا یه بار آنها ترجیح میدن هر آخر هفته رو با هم بگذرانن تا اینکه برنامه‌های جداگانه با دوستان خود داشته باشن. رد فلگه. آره داداش تو نظری من با رفیقام برم آخر هفته اشغال داداش نمیشه. رد فلگه این. ما وایسا نه من اشتباه متوجه شدم. نه رد فلگ نیست. رد فلگه داداش. کل آخر هفته رو برم با داداشام داداش، رفیقام منتظرن. کل آخر داداش تورنمنت فیفا میخوایم بزنیم. هر هفته تورنمنت فیفا داریم. گوشیم هم خاموشه سردرد دارم. یه پرچم نداری من اینجا. من نظرم رد فلگ نیست. ازم بالانس. من از نظرم رد فلگ. بالانس ببری. هر وقت شما دو نفر کنار هم نشسته این تلفن همراهش همیشه رو به پایین رو به میز است. این قطعا رد فلگ. بابا شاید گوشیو تازه خریده مثلا داره این نگاه کن آیفون داره. آره من از رو صفحش میذارم که خراب بشه بیشتر. سفر اگر اینجوری بخوای بذاری معلوم نیست آیفون چند داری، ولی مثلا اینوری بذاری معلوم آیفون چه آیفونی داری. چیش رد فلگه؟ آدم عقده‌ای. داداش چرا فکر میکنی من دارم بهت خیانت میکنم؟ چون گوشیمو چون گوشیمو برعکس گذاشتم دارم بهت خیانت میکنم. گوشی چیز شخصیه اصلا چه ربطی داره؟ گوشی چیز آره گوشی چیز شخصیه. گوشی چیز شخصیه. بده من دقیقه. آقا بده من بابا. بده من گوشی رو بگردم. بردار. اونو بردار بده من اینو. نمیشه. گوشی من 16 برای تو 15. ویدیو تموم میشه. بده من دقیقه. ببین بچه‌ها گوشیمو نبرید. بچه‌ها به نظر من این رد فلگه. همین الان نذاشتی من دست به گوشیم بزنم. خب من دارم این صحبت میکنم. من گوشیم صافه، گوشیم معلومه. اینکه تو دست بیاش بزنی یه چیز دیگه است. نه بچه پشت من در بیاد. تو خدا. آنها اغلب در همون چند قرار اول با شما با جزئیات در مورد آسیب‌ها و ناامنی‌های روابط گذشته خود صحبت میکنن. حاجی نمیدونم مثلا نظری در مورد این ندارم، ولی خود ما اصلا در مورد گذشته صحبتی ما نکردیم. اون اول داره. آخه یه جوریه تو صحبت بکنی. آره. نباید نه اصلا
من به نظر من نه رد فلگ نه گرین فلگ، هر کاری که احساس می‌کنی درسته رو انجام بده حاجی. آره. مهم شما دوتا چی دوست دارید. آره. چی میگم مثلا بعضیا دوست دارن خردل بخورن، بعضیا دوست دارن گوه. راجع به اکستون صحبت نکنید، راجع به مشکلاتتون می‌خواید صحبت کنید، راجع به اکستون صحبت نه نه که مثلا تو میتونی مثلا گاهی موقع مثلا با اکست و دوست دختر جدید مثلا بریم بیرون قهوه بخوریم. خب میشه مثلا گوشی کار داریم بابا، گوشی کار گرفتی. من تا آخر میده گوشی تو بر گوشی 16 پرو مکس. آنها قبل از گرفتن هر تصمیم مهم شغلی یا شخصی در زندگی خودشان فوراً با شما مشورت میکنن. گرین فلگ، پرچم قرمز، گرین فلگ 100% رد فلگ. واقعا حامی همینه ها بچه‌ها. رد فلگ دقیقاً حامی همینه، هیچ چیشو نمیگه، اصلا نمیگه کجا میرم کجا میام چیکار دارم میکنم. آره دیگه مگه نمیگی؟ بچه‌ها الان فکر می‌کنم واقعا همین هست. واقعا همینه. تو نمیدونی من کجا میرم؟ نه میگی مگه اصلا زندگی شخصی؟ الان ما از صبح بیدار میشیم با هم می‌ریم چت. زندگی شخصی تو اصلا با ما اصلا ما این ویدیوی هدفی داشته که می‌خواسته بیاد برینه به من. داشت ما از صبح داریم با هم حرف می‌زنیم، من آب می‌خورم به تو میگم بده من تو ما چی می‌خوای بگردین تو؟ تو چی می‌خوای بگردی؟ تو چی می‌خوای بگردی؟ بیا تو دست خودم نگو. فشار کنم زهرم. جدی ما چی می‌خوای بگردی؟ فکر می‌کنی من چی دارم این تو که تو نمی‌دونی؟ گرین فلگ. آنها پس از تنها 6 ماه زندگی مشترک یک حساب بانکی کاملا مشترک با شما دارن. داداش رد فلگ 100 داشتین دزدی میخواد بکنه بعد 6 ماه. نه یه حساب بانکی مشترک نداریم. بعد 6 ماه داری با 4 سال مقایسه میکنی. دیگه من تا الان منتظرش بودم. این درآمد یوتیوب تو بریز تو اون حساب، منم به اون حساب دسترسی داشته باشم. نظرت چیه؟ سناریوی تمام چت‌های گروهی خانوادگیشان در روز اول شامل شما می شود و آنها با افتخار اسکرین شات های پیام های متنی خصوصی شما را با والدینشان به اشتراک می‌گذارند. ببین میفهمم چی میگه. یعنی اینکه اسکرین شات چتش با خانواده یه سره در مورد تو صحبت می‌کنه از همون روز اول رابطه و چت‌های خصوصی تو میفرسته براشون. برای مامان باباش همچین چیزی امکان وجود داره؟ چت پسر رو بفرسته برای مامان بابا؟ خب حالا اینکه صحبت بکنه که ولی چت خصوصی و دیگه چرا باید بفرسته براشون؟ من نمیدونم واقعا. اگر واقعا کسی اینجوری هست از نظر من رد فلگ نیست، مثلا تاب فلگه مثلا ها. خب چرا برای ما پس چیز بدی نبوده که فرستاده اینجوری اوکیه. مردم خیلی با باباشون نزدیکن نمیدونم. آنها ترجیح میدن تمام اختلافات رو منحصرا از طریق پیام‌های متنی کتبی به جای مکالمات حضوری حل کنن تا بتوانن افکار خود رو با دقت ویرایش کنن. الینا پشت چت بحث میکنه بچه‌ها. اگه کیبورد رو بهش بدی قدرت میگیره. رو در رو قشنگ میتونی بخوریش. رو در رو من اینجوریم که تمام بحثا رو میبری، اصلا تلاش هم نمیکنه حتی تو بحث اصلا وارد هم نمیشه، گلوم قفل میشه و انقدر ساکت میمونه اعصابت خورد میشه. بابا سعی میکنم صحبت کنم گریم میگیره. خب ترجیح میدم اونو مثلا راجع به کوچیکترین مسئله قفل کنم. مثلا یه مسئله ساده میتونه حتی مثلا گاهی موقعی روش رو تست میکنم بهش گوشی میدم میگم بیا چت کن. دقیقا میگه الا بیا حالا چت کنه. نه دلت هم بخواد میخوای جلت بدم رو در رو میتونی زورت نمیرسه. گیریم فلک. پس من فلک قهوه‌ای رو ببین. آنها به طور معمول چندین بار در روز وضعیت عاطفی شما رو بررسی میکنن و از شما میخواهند که خلق و خوی خود رو در مقیاس 1 تا 10 ارزیابی کنی. الان دوستم داری؟ الان چند تا دوستم داری؟ الان منو میخوایی؟ نه الان منو نمیخوایی. الان چند تا؟ هنوز عاشقمی؟ الان چند تا دوستم؟ من این میگم ولی خب نگاه تمام دخترها همینن ها. فلگه. از 1 تا 10 چند تا منو دوست داری؟ از 1 تا 10 از 1 تا 10 ترسم و جاجی نمون چند تا از 1 تا 10 از 1 تا 10 چند تا؟ چند تا
تکی دارش. حالا هرگز عکس‌های 2 نفره شما رو در رسانه‌ها و حساب‌های در رسانه‌های اجتماعی خود منتشر نمی‌کنن، زیرا ترجیح می‌دهند زندگی عاشقانه خود رو کاملا آفلاین نگه دارن. داش یه سری دوست دارن پرایوسی داشته باشن. داداش یارو شاید از خودش هم عکس نمیذاره. اگه از خودش هم نمیذاره که دیگه هیچی. خب دیگه. ولی اگه خودت میذاری فقط اون تیکه برات خیلی شخصیه پس نه. پیجش خانوادگی نمیخواد بدونن تو رابطه است. چرا نباید بدونن؟ توش خانواده جاج میکنن دوست دختر داره اصلا. اگه فقط فک و فامیل داشتن فرق میکنه. خب دیگه پس رد فلگ نیست. بهت میگم آقا من نباید پست بزنم دلیل منم بود ویدیو راست یاد از 1 تا 10 چند تا من دوست داری؟ نگاه نکن وای خیلی ترسناک میشه واقعا دلتون. از 1 تا 10 چند تا من دوست داری؟ نگاه نمیکنه. الان از 1 تا 10 چند تا منو دوست داری؟ میشه چه خیلی ترسناک نگاه میکنه لطفا. تو از 1 تا 10 این ویدیو رو چند تا دوست داری؟ چرا شبیه ابسیشن شدی؟ از 1 تا 10 این ویدیو رو چند تا دوست داری؟ تو کامنت ها بنویس. از 1 تا 10 این ویدیو رو چند تا دوست داری؟ ویدیو رو من بیشتر دوست داری؟ چیزایی داره تو این رابطه مشخص میشه. آنها تک تک جزئیات کوچکی را که شما به طور اتفاقی در مکالمه به آنها اشاره میکنید مانند خوراکی مورد علاقه، دوران کودکیتان یا حرفای گذره ماهای پیش رو به خاطر میآورند. داشت اینا دارن آتو جمع میکنن. دقیقاً کاری حامی نمیکنه هیچ وقت. گرین فلگ. من رد فلگم الان. آره. من صرفا حافظم با پوتیتو یکیه. حافظه منم با پوتیتو یکیه ولی خب پس تمام واسه همین ما برای هم که... ساخته شدیم. رد فلگی دوستانشان اغلب جلوی شما در مورد گذشته عاشقانه آشفته و پر هرج و مرجشان شوخی خودمانی میکنند. حالش بخیر داشت چقدر میرفتیم شال. من نمیکنین همین الانم شما. رد فلگه؟ رد فلگه قطعا. شاید در توهماتش زندگی میکنه من نمیدونم واقعا. تو توهماتش از 1 تا 10 منو چند تا دوست داری؟ از 1 تا 10 الان منو چند تا دوست داری؟ 6. آنها ترجیح میدن تعطیلات رو صرفا با خانواده گسترده خودشان بگذرانند تا اینکه شما رو از همان ابتدا با سنت‌های خانوادگیشان همراه کنند. نفهمیدم. به جای اینکه مثلا تو رو با خودشون و خانواده‌اش ببره خودش با خانواده‌اش میره. خب چرا باید رد فلگ باشی همین چیز؟ خب تموم شد. من با خانواده‌ام هم گوشیم هم خاموشه. حله؟ خدایا داداش بده من گوشی میشکنم. از چی میاد؟ بچه فیسش رو گوشیم هست. مغز پوتیتو داری. من چند تا از 1 تا 10 دوست داری؟ 5. اومد پایین. آنها شما رو به طور فعال تشویق میکنن. خاک تو سرت که 10 تا من رو دوست نداری. منم تو رو 2 تا دوست دارم. آنها شما رو به طور فعال تشویق میکنن که سرگرمی های شخصی خودتان را دنبال کنید و کل آخر هفته رو جدا از آنها بگذرانید. او شاید یارو درونگراه میخواد یه ذره بره گیم بزنه برای خودش. رد فلگی؟ خب اشتباهه دیگه. چی داداش داره مثلا تشویق میکنه که عزیزم مثلا بیا مثلا فلان کارو بکن، مثلا درس بخون، مثلا بیا بازی کن، فلان دنبال کنی. آره یا مثلا سرت گرم باشه مثلا آخر هفته رو مثلا بره برای خودش تنها باشه. خوبه دیگه. خوبه دیگه. گفتی؟ چی؟ جمله آخر رو نشنیدم. تنها رد فلگه؟ چی گفتی؟ یه بار دیگه جمله تکرار کن. چیو؟ همین الان آخر هفته رو بره تنها باشه. چرا آخر هفته تنها چیکار کنم؟ من چه میدونم چیکار داره این داره میگه. من چرا؟ گرین فلگ؟ عکسای دوربینشان پر از صدها عکسای بی پرده و بدون ژست از شماست که مخفیانه وقتی حواستون نبوده گرفته شده. چه سمیه. یعنی چی؟ یه بندازم که کنم اصلا چرا همچین چیزی وجود داره؟ از 1 تا 10 من چند تا دوست داری؟ آنها هر زمان که خانوادهشان با یک بحران جزئی مواجه می شود یا درخواست کمک ناگهانی می کنند مرتبا برنامه‌هایشان را با شما در آخرین لحظه لغو می کنند. واقعا این میره رو اعصاب من.
یارو مثلا پدرش لغو بکنی لحظه آخری. یارو پدرش مثلا رفته بیمارستان بیاد با تو بره بیرون شام. حالا اون دیگه مواقع اورژانسیه. جزئی نوشته. حالا مثلا پدرش 60 پاش شکسته بود بیاد بره شام. 60 پا پدرش شکسته، پیتزا گلوش پایین نمیره. رد فلگ. بیوگرافی شبکه‌های اجتماعی آنها هنوز شامل عکس‌ها و خاطراتی از رابطه طولانی مدت زیر آنها به احترام به گذشته. بیوگرافی شبکه‌های اجتماعی اونا هنوز شامل عکس‌ها خاطراتی از رابطه طولانی مدت قبلیشونه، به خاطر اینکه اونا معتقدن که احترام به گذشته خودشون بهتره، باید احترام بذارن گذشتهشون به جای اینکه عکس‌ها رو پاک کنن. باید پاک کن. رد فلگ بینا گو پاک کن عکس‌ها رو. آنها ترجیح میدهند در همان قرار سوم سابقه مالی، امتیاز اعتباری و بدهی‌های خود را با شما در میان بگذارند تا از شفافیت کامل اطمینان حاصل کنند. این بنده خدا کار بدی داره نمیکنه ولی خیلی عجیبه. ببین من الان 45 میلیون چک دادم تو قرضم، خب پس فردا 12 میلیون باید به سامساوری بدم. همین الان فرنود باید 37,500 به من پول بده. راستی یه سفته گذاشتم همین الان منتظرم برسه. مای 2,400 دارم پول میدم به نزولخور محلمون بابت این پولی که قرار چیز کنم. بعد شام امشب وام گرفتم 6% ازت سود میگیرم بابتش. چی؟ برای شام امشب وام گرفت. به نظر من گیرین فلگه واقعا. گیرین فلگ. آقا اصلا چی فهمیدی الان از حرفای من؟ خب چرا باید بگه؟ من دقیقا حرفم همینه. اصلا چرا باید مدیریت مالی مثلا در صحبت قرار سوم اصلا در قرار سیوم مثلا در قرار 300م مثلا گرفتی زنت هم شد مدیریت مالی با مرد. حالا اینکه بیا توضیح بده چیز بدی نیست. آخه اصلا نمیفهمی. مثلا چیزی که بخوام بگم هم تازه اینجوریه که خب این قهوه است. خب الان اونجا بدهی داریم. اینکه اهمیت نمیدیم موضوع متفاوتی با متوجه نشدنه. خب دیگه اهمیت نمیدید. ما مردا داریم پاره میشیم. اهمیت ما مردا داریم پاره میشیم، شما اصلا یه ذره اینقدر به ما اهمیت نمیدین. اونا بلافاصله در همان ماه اول آشنایی سرگرمی‌ها سلیقه موسیقی مورد علاقه شما رو به سلیقه خودشان تبدیل میکنن تا ارتباط نزدیکتری با شما برقرار کنن. مدت هاست مجبورش کردم داره با من اسپایدرمن میبینم. هری پاتر رو کامل نشست با من دید چون من عاشق هری پاتر بودم. فستن فیورس رو از اول تا آخر با من دید چون من عاشق فستن فیورس رو ما دیگه هفت به بعد رو ندیدیم. خب تو چی دیدی که من دوست داشتم؟ کلی فیلم ترسناک باهاش دیدم. بله کلا 3-4 تا تو این 4 تا چند تا سریال من به خاطر تو من کل دکستر رو به خاطر تو دیدم. نمیفهمم این چی میگه اصلا. فیلم ترسناکی نمونده که نیده باشیم اصلا نمونده. من نمیفهم این دختره چجوری اینقدر فیلم ترسناک دوست داری تو؟ فیلم ترسناک جنسیت داره؟ نه. چرا؟ چی میگه؟ آنها یک صندوقچه پر از وسایل احساسی و نامه‌های دست‌نویس از تمام شریکای سابق و مهم زندگیشان در ته کمدشان نگه می‌دارند. من دقیقاً همه اینا که گفت از تو دارم، از اشخاص سابق اصلا وجود نداشتی عزیزم. رد فلگ قطعاً. چرا باید داشتی؟ چرا رد فلگ؟ چرا بعد از شخصی که دیگه تو زندگی نیست توی کمد نگه داری؟ نامه گرفته من نگه داری. والدین آنها هزینه‌های اصلی زندگی و قسط ماشین آنها را تا دهه 30 زندگیشان پرداخت می‌کنند و در هر انتخاب سبک زندگی با آنها مشورت می‌کنند. دمشون گرم. اوکی نیست. خب دارن زحمت میکشن این کار انجام. همه چیزو والدین نمیده، همه تصمیما رو هم باید با اونا هماهنگ کنی. تصمیمم بعد اون به اونا بگیره. ببین اصلا این مبلی که انتخاب کردی خوب نیست. این مبلی که من میگم نه به هیچ عنوان. حالا باشه آروم باش. به هیچ عنوان بخوای بریم پایین با مامانم اینو دعوا کنی. آنها هرگز از جشن گرفتن روز ولنتاین، سالگردها یا تولدها با هدایای سنتی خودداری میکنن و ترجیح میدن آن پول رو به خیریه اهدا کنن.
تولدته، من به جاش 500 تومن میزنم به محک. چرا باید تو پول بدم؟ اوکی. تولد من به خودم بده. جدی دارم میگم، تولد منه. اگه واقعا میخوای این کارو بکنی خیلی کار خوبیه که منم پس همین کار میکنم. نه تولد منه. تولد نمیگه حالا. تولد روز داره میگه تولد. کادویی که گرفتم پس بده. چرا؟ کجاست؟ تموم شد نداری. خوردمش. کدش هنوز نذاری. خوردمش. قابل برگشته. چرا برداشتم؟ نه. چرا؟ میدم همونو به خیریه. نمیشه. آنها به طور مداوم موقعیت مکانی شما را روی تلفن خود ردیابی میکنند. نه از رویت بوده، بلکه به عنوان یک اقدام احتیاطی به دلیل نگرانی‌های امنیتی گذشته از شهر دزد. داداش بتمنی داشت مگه؟ باید بهم بگی همین الان کجایی. لوکیشن تو چرا خاموش کردی از تو فامیلی اپل؟ خاموش نکردم ولی چرا رفتی چک کردی که خاموشه؟ چرا خاموش کردی؟ موقعیت مکانیت رو باید به صورت یک سره به من بگی، یعنی درد سر داریم ما. موقعیت مکانی خودتون به من دادی دیگه. بله هستیم روشنه. موقعیت مکانی آیپد هم بتونیم. ما ترجیح میدن در طول روز کاری مدام به دیگر پیام بدهند و اگر پاسخ دادنشان بیش از 1 ساعت طول بکشه به آرامی ابراز ناراحتی میکنن. درسته کاملا. یک رد فلگ اینجا رو صندلی توسی ریزر نشسته. اگر میخوایم میتونیم از پیج گیم اسپات خریداری بکنیم این صندلی رو. آقا بعد 4 ساعت وقتی خب غیب میشی 1 ساعت. خب 1 ساعت دیگه واسه ببینم تایمر میذاری مثلا صبر کن. بابا بستگی داره تو سر کار باشی یا خب داره میگه کاری در طول روز کاری. خب اگه کار الان من اینجا میام اینو میذارم 4 ساعت شما فرصت داری تا 4 ساعت آینده جواب ندی من 4 ساعت. آقا خب وقتی من میدونم تو داری ویدیو میگیری یا سر کارتی خب بالاخره خب چرا ابراز ناراحتی میکنی؟ خب اون موقع که ابراز ناراحتی نه الان تایید کردی این حرفو. خب نمیدونستم منظورش کاره. الکی بر خودش چیز در دیوار نگاه می‌کنی چرا نباید پیام بدی؟ دیوار داره وقتمو میگیره. دیوار من همیشه کیه؟ بهش پیام میدم بچه این داره چرت و پرت میگه. خب آقا این نظر کارشناسی من و پارتنرم الینا که داشت یاد میگرفت از حرفای من که چه چیزی رد فلگ چه چیزی نیست و متوجه شدیم که حامی چقدر آدم رد فلگیه و بله همینی که هست. خوش رد فلگ. این مهر تایید و برد. بچه‌ها تو کامنت ها بنویسید که با کدوم صحبت‌های ما موافق بودید و از 1 تا 10 چند تا من دوست دارید. الان دقیقاً چند تا؟ الان دقیقاً چند تا این ویدیو؟ الان از 1 تا 10 این ویدیو رو چند تا دوست داشتید؟